فروهیشت زوسرخ و زرد و بنفش همین خواندش کاهیانی درفش روزی پرچه میریم برش. بازم خوش آمدید به شنیدن برنامه مستقیم ایدونا تحت عنوان پرچم ننگ و نام ما از دو موج بلند پرواز، هم رادیوی تاجیکستان و هم رادیوی فرهنگ که ما امروز داریم در خود مهمان‌های خیلی عالی قدر استاد جانبیگ اسراریان، استاد ناظم نورزاده، جعفر جلال هنرپیشه وطنسرا و وطن دوست و یوسف شاه یعقوبوف دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور اکادمیک، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و سینای ابوعلی استاد دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت. بازم خوش آمدید. اصلا بگیم که یکی از نمادهای قدیمترین و شاید که اولینی که پیدا شد همین پرچم است. همین پرچم قدیم، چون که این نشان است، یک نشانه که خوب سبک است، در دستت گرفته میروی چیزی همه جایی که میروی خیلی با پرچم شما را میشناسن که مثلا دیو 700 را کشتگی رستم پرچمش نمایان میشن این رستم است میگفتن. بله. رستم است خوب. خیلی فریدون که پرچم گاودیج نام داشت، پرچمش گاودیج نام، خیلی من هفت پشتی فریدون با گاو و من وابستگی دارم. پرچم ما از یک طرف رمز استقلالیت باشد، از طرف دیگر رمز آزادی کل بشر است. کل بشر است. این بسیار مهم است، چون که شما گفتید که اصلا مؤلف اختراع پرچم ملت آریا تبار هستند. این درست است، این درست است. پرچم ما هزار سال را در بر میگیرد. تصور کنید استاد شما مثال آورید، در تاریخ تبری درباره درفش کوهیانی صحبت می شود. عرض طولش معین می شود که مثلا عرضش 5 متر، طول 6 متر یا 7 متر از روی حساب‌های امروزی خودمون. نرخش هم مشخص کردگی هست. مثلا ابن خلدون جامعه شناس مشهوری عرب درباره درفش کوهیانی صحبت میکنه، میگه در مرکزش یک ستاره داشت و این یک خصوصیت داشت که اگر کسی اینو به دستش حمل میکرد، تبری میگه و شکست ناپذیر بود، کسی درفش کوهیانی رو میبود. همینطور در شرق ساعتی سعد میگن اورا، اما در منتر خوانده میشه. در مثلا در زمان نو شرقشناسای مشهوری دنیایی همون ارتور کریستنسن که میگه که نخستین انسان و نخستین شهریار جمشید میگوید. ببینید وقتی که ما این پرچم را قبول کردیم، پیشوای معظم ملت که نو نظام زیمام دولتداری نوین ما را به دست گرفته بودند، محض به همین پرچم دستورو مالیدند و سریشک ریختند و گفتند که من به شما صلح میآورم. این شاید که از بزرگی و مبارکی مقدسی تاریخ پرچمداری ما باشد که باز ما را به روزهای فرهمند و سعادت بار رسانید. و واقعا استادان درست قید کردند که پرچم پیش از همه رمز استقلال است و اینجا پرچم ما رمز استقلال ما، رمز آزادی و هم اقبال ما. پرچم ما مایه نام بلند، رمز قدرت، صورت احوال ما. همه چیز از چی آغاز می شود؟ همه چیز از محبت، مهر نسبت به سرزمین. همه یعنی در مجموع وقتی تو بزرگ میشه یک چیزی بعد می آفری. تربیت هویتی میگن، اما که از همون خانواده سر می شود. از خانواده، از همسایه ها، از دوستان، از زادگاه، از همه در مجموع میشه پرچم ننگ نام ما. پاره جسم و جان ما، نور و ضیای چشم و دل، پرچم کاریان ما. بالکشا رنگی به رنگ، سبز و سفید و لاله رنگ، تاج و ستاره هات قشنگ، تاجی سر است وطن. گفتن ممکن است که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وابسته به همین تاریخ پرچمداری کشور عزیز ما نیست، چنین تاکید می‌سازد که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از رمزهای مهم استقلالیت ملی و دولتداری معاصر ما، تجسمگر اساسهای تاریخی و رمزهای دولتداری گذشته تاجیکان و این چنین افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمانهای
تمام مردم تاجیکستان می باشد و امروز البته با ما شما معلوم است که بخشیده به 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال 2011 در پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه یکی از پرچم‌های بلندترین در جهان نصب گردید که البته با ستونپایه بلندی 165 متر و درازی و برش باشد و 60 به 30 متر می باشد که امروز این میدان با نام میدان پرچم ملی، پرچم دولتی یعنی نام برده میشه. ما پرچم داریم، پرچم این دولت هست. این نشانه است که در ملل متحد پرچم ما برافشان است. در ملل متحد امروز پیشوای ملت اون گذشته که آریای ها داشتن، آریای ها در گذشته اولین سازندگان خیلی اینجا استاد کردن، اولین سازندگان دولت هستند، اولین کشاورزان دنیا هستند، اولین سازنده یعنی تفکری سازندگی آباد کنندگی دارند. امروز کلی مردم آریا تبار چشمش نگران به سوی تاجیکستان است. همسایه های نزدیک ما امیدوارند که تاجیکستان امروز پرچم برداری همه آریا تباران است.